ما پسرا همیشه اتاقمون داغون و خرابه و خب هیچ موقع بهش رسیدگی نمی‌کنیم. امروزم با شلوارکم ریل تایم دیگه، ریل تایم همینه دیگه، ریل تایم بیشتر از این نیست. قراره قسمت به قسمت، پارت به پارت درست کردن اتاقمو بذارم، چیزایی که حالا خودم درست میکنم برای تولید محتوا یا چیزایی که گرفتم برای تولید محتوا، حالا برای تو این ویدیوها نمایش چوسی. نور آبی، نور زرد، قرمزم داره درست میشه و اینا رو خب لامپاشو داشتم دیگه، هزینه اضافی نکردم برم باتون لایت بخرم. باتون لایت 5 میلیون تومنه. نور زرد از آبی برعکس، اینم از آبی. زردمون خیلی قوی تره. آبی بذار این با یه تلق ساده درستش کردم، از این پوشه ها بوده و توی داکته. مهم کاره که قراره شروع بشه و خب آبیو بذار خاموش کنم. اینم زرده. خب می چقدر کارو جلو میندازه. خیلی کارو جلو میندازه. وقتی چیزایی داری که بتونی ازشون استفاده کنی، چرا نکنی؟ چرا بری هزینه الکی بکنی؟ نمیدونم باید چیکار کنم. بذار بریم رو دوربین پشت. ببین اینجا رو، این میز منه، پلی استیشن رو. اینا رو باید جمع جور کنم، بیارم بذارم این سمت که میز بیاد اینجا. دقیقا ارتفاع میز اندازه همون میاد زیر این مانیتور میاد زیر تلویزیون دقیقا و میاد زیر تلویزیون دقیقا و خب برای استریم، خب خیلی حالا استریم لایو یوتیوب هر چیزی که باشه. اینا هم یه سری کفشایی که این قسمت که کمد لباسامه و کمد مال جهاز ننمه، کمد جهازی مامانمه و جابجا میکنم اونجا میشه بک‌گراند و کاغذ دیواری‌های بسیار تمیز و سقف بسیار سفید. اتاق دیگه، اتاق باید درست بشه. یه اتاقیه که قبلا به عنوان حالا می‌بینی دور تا دورش کثیفه و خب باید تمیز بشه. The next day. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این سرش خیلی بالاه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اینکه حس کردم اگه توی این فضا و با این حجم از پریشونی مو و کثافت بودن اتاق و این چیزا من بیام ویدیو بگیرم، یه خورده احساس صمیمیت بین من و شما بیشتر میشه قطعاً و اینکه یه خورده بیشتر با اتاق من آشنا میشید. فکر کنم این دومین ویدیوییه که دارم از اتاقم میگیرم. یه لایوم دیروز گذاشتم از اتاقم که نمیدونم چه مشکلیه، که میدونم مشکل وی پی اینه، قطعاً میدونم مشکل وی پی اینه. متاسفانه نمیتونیم حلش کنیم فعلا، چون ما پول به وی پی این نمیدیم. و اینکه این اتاق منه دیگه، دارم اتاقو جمع میکنم که یه فضای خوبی، یه استدیو، در اصل استدیویی بشه برای تولید محتوا و استریم. حالا هم من هم داداشم به هر حال میخوایم کاری بکنیم، میخوایم ویدیویی ضبط بکنیم، تولید محتوایی بکنیم، از این اتاق استفاده بکنیم و سلاح گرم یوتیوب this is a toy.
عالیم. من توی زبان انگلیسی بسیار عالیم. همینجا تشکر میکنم از معلم زبان بسیار زیبا و مهربونم که قراره به من آموزش بده و از من میلیاردی پول بگیره. تشکر از شما خانم معلم عزیز. بچه من یه چیزی رو کشف کردم توی فضای مجازی، علل خصوص اینستاگرام و حالا یوتیوب نمیدونم اینجوری هستش یا نه، ولی یوتیوب حس میکنم یعنی یه بار دربارش که تحقیق کردم اینجوری نبودش، مثلا الگوریتمش این شکلی نبود. بیشتر درباره اینستاگرام صدق میکنه و من یه پیج زدم برای خب همین کانالم. قبلا یه پیجی داشت کانالم که تقریبا 2K فالوور داشتش و خب الان شده پیج شخصیم. در اصل پیج شخصی که میگم هیچ نه عکسی دارم، نه عکس پروفایل درست حسابی دارم، هیچ مطلقاً هیچ. ولی یه چیزی رو تجربه کردم که اگه شما میخواید مثلا پیجتون یه پیجی داشته باشه، پیج قوی باشه، پیج اینستاگرامی قوی باشه، بذارید روبروتون بشینم، 100% باید اون پیج اینستاگرامی رو از صفر بسازید، یعنی بدون هیچ فالووری، بدون هیچ فالوینگی. و قدیما فالو جواب میداد، الان فالو جواب نمیده. شاید مثلا چون الان توی فضای مجازی مخاطب هدف مهمه. یعنی من توی فضای مجازی یه پستی دیدم، یه ریلزی دیدم، یه ویدیویی دیدم و بابت اون پسته، اون ریلزه و بابت اون محتوایی که به من ارائه شده، من خب اون پیج رو دنبال میکنم یا مثلا اون پست رو میپسندم، اون فرد رو دنبال میکنم. اون میشه مخاطب هدف من. و فضای مجازی، حالا اینستاگرام، یوتیوب، براش فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. اینی که الان دارم توی هیچ پلتفرمی فرق نمیکنه، چه اینستا چه یوتیوب، مخاطب هدف مهم. مخاطب هدفتو به دست میاری. ولی توی اینستاگرام من اینو تجربه کردم که اگه پیجت صفر باشه و حالا مثلا 2 تا اکانت اینستاگرام داری، تو با یه دونه پست میذاری، یه دونه ریلز کوتاه میذاری توی اون صفحه اینستاگرامت و دوبار با یه پیجت میبینی، دوبار با یه پیج دیگت میبینی، لایک میکنی، این میشه تقریبا 4 تا بازدید. اینستاگرام میاد تشخیص میده این پستی که الان گذاشته شده هنوز هیچ پیجی دنبالش نکرده، هیچ صفحه‌ای دنبالش نکرده، فالوش نکرده و داره بازدید میگیره. خب سعی کنید پست رو شیر هم بکنید، برای اشخاص دیگه‌ای هم بفرستید. حالا دوستاتون، یا اگه مثلا 2 تا صفحه اینستاگرام دارید، با پیج اولتون که نگاه میکنید برای پیج دومتون بفرستید، بعد نگاه بکنید. این باعث میشه که الگوریتم ناخودآگاه شما رو ببره توی اکسپلور و این رازا رو اکثرا نمیگن. منی که میام به شماها میگم، من شماها رو دوست دارم، شماها رفیقای منید، شماها اشخاصی هستید که دارید کمک میکنید به پیشرفت من و من خودم رو موظف میدونم که به پیشرفت شما کمک بکنم. بچه امروز نه موامو درست بستم، نه همینجوری سیکیم خیاری بستم اومدم جلو دوربین، نه ستاب درست حسابی دارم و فکر نکنم ادیت زیادی هم بخواد، فقط کات میزنم. اینم که اوضاع بک‌گراندمه، تلویزیون رو وصل کردم، دارم میزا رو جمع میکنم که الان دارم آتش‌خالای کف اتاق در از جمع میکنم تا برسیم به بک‌گراند و نورپردازی و سقف و یه سری خورده ریزهای بزرگ که باید انجام بشه. فالو ممنون میشم که سابسکرایب کنید، اگه خوشتون اومد کامنت بذارید. بچه من ایده هم ته نکشیده حقیقتا. برای یوتیوب من یک سری ایده ها و برای یوتیوب یه سری ایده ها دارم که قرار دنیایی ساخته بشه و از نظر خودم یعنی دنیای شخصی خودم رو قرار توی یوتیوب بسازم. حالا با ایده هایی که دارم در ادامه متوجه میشید، روزهای آینده، سالهای آینده، ماههای آینده متوجه میشید که چه ایده هایی هستن و
دوست دارم که اجراشون کنم و بهتون بگم که این اون ایده‌ای بود که بهتون میگفتم، نه که بیام دونه دونه ایده هامو بگم و خب اونا عملی نشه و من بعد قول بشم. چون اکثرا یعنی از ساده ترین ایدم پرهزینه است تا سخت ترین ایدم. سخت ترین ایدم که حداقلش کفش 5 میلیارد پول میخواد و جدا از اون اسپانسرهای قوی باید داشته باشه. اون اینجور بچه‌ها من دیگه حقیقت حرفی ندارم بزنم و خیلی هم اوضاع سرصورت و قیافه و همه چی بد و به هم ریخته است. ترجیح میدم که همینجا رابطه ما با هم قطع بشه و کات کنیم ببین. همینجا ویدیو رو تموم میکنیم و عاشقتونم. اون مبحثی که برای اینستاگرام بود و اگه دوست داشتید انجام بدید و به هم بگید. اگه نتیجه‌ای گرفتید به هم حتما بگید و خیلی چاکرم. یا حق